ما در مورد قهرگی در ماه شریف رمضان صحبت داشتیم و همکنون که ماه شریف رمضان به آخر میرسد، آنهایی که تا کنون عبرت از گفته ها، عبرت از شنیده ها که مثلا نگرفتن ولی حالا هم با یک نزدیک، با یک همکار، با یک رفیق، با یک پیوند قهرگی دارد، سرنوشتشون چی است؟ این آشکار واضح است. این نه طاعت عبادت دارد، نه خدا و پیغمبر دارد، نه پدر و مادر دارد، نه فرزند و همسر دارد، هیچ چیزی از مقدسات ندارد. این دین میگوید که کسی با کسی قهری است، حدیث هم است، آیت قرآن است. هر کسی با کسی از 3 روز زیاد قهری باشد اگر این از رحمت خدا دور است، هیچ خیر احسان ندارد، این طاعت عبادت ندارد. اگر 10 سال قهری باشد، آخران خیر احسان، نان و نمک و طاعت عبادت، دعا و مناجات نیاییش 10 سال پیش بود. این هیچی ندارد. وقتی میگیم از رحمت خدا دور است، این بانگ خطر است، این هشدار است. سوره بقره 27، سوره رعد 25، سوره محمد صلی الله علیه و 23 این آیات قرآن پای در پای با یک لفظ میگن که از رحمت خدا دور است کسی با کسی قهری است. وقتی میگیم ببخش، عفو داشته باش، گذشت کن، نادرست میفهمن که من چرا حقم را ببخشم. من نگفتم حق تو ببخش، گفتم قهری نباش. کم نیستن کسانی که قهری نیستن، بدیل نمیگیرن، قهری نیستن، غیبت نمیکنن، دروغ نمیگن، بین فرزندای پدر این چیز هست، فقط صحبت نمیکنن. شرط نیست که شما روین از اون بخشش بپرسید، فقط بدیل نگیر. بله. بعد وقت و زمان خودش همش اصلاح میکنند. آدم‌ها چنان نازک شدن، چنان حساس شدن، عقل رو در پشت احساسات میگذارن، در همه جا به احساسات در میگیرن. عقل برای چی است؟ عقل میگه صبر کن، احساسات میگن صبر به دردت نمیخورد. این خطایی است. وقتی میپرسیم برادر با برادر برای چی قهر شد، با یک لفظ یا با یک سخن همسرش یا با یک سخن رفیقش، نخو آدم با سخن سالهای طولانی قهر بماند، با دعوای دینداری کند. بازم در روز عید، این عید، این خوشحالی و خرسندی و محبوبیت چشم پروردگار خاص برای کسی است که قهری نیست. سلامت باشه. اگر آدم 50 سال روزه بدارد و 50 سال قهری باشد، یک ثواب به درگاه خدا ندارد. پروردگار میگه از رحمت خدا دور از کسی قهری است. دیگری سجده کردن هیچ مقامی برای انسان نمیبخشد. اگر هر ساعتی، نمیگم روزی، هر ساعت اشتر قربانی کند، خلق خدا را نان دهد، مادامی که قهری است خیرش قبول نیست، خدا این قبول ندارد. ماه مبارک رمضان ماه عفو و بخشش گذشته است و کی این التجا ندارد؟ همه از خدا التماس میکنند مرا ببخش. نیست مسلمانی در روی زمین که دست نبردارد از خدا التجا نکند، چه شب باشد چه روز. اما شرمنده و دربدر و خاک بر سر کسی است که قهری است، بخصوص بخشیدگارش، بستگان و پیوندانش. مردم درست بفهمند که من نگفتم حق تا ببخش. کسی از کسی قرض میگیرد و میگریزد میگردد، کسی کار میفرماند کسی را و دیگر حق کارگر را نمیدهد، میگریزد میگردد. این باید قهری باشد؟ من نگفتم. کسی زمینی کسی را میگیرد، من مثال آوردم، کسی در حق کسی ظلم میکند، اون مظلوم حقش را نباید ببخشد. اگر ببخشد جوانمردی است، لیکن باید قهری نباشد. بله. و کدام صورتی که نباشد، قهرگی یک آفت هست در حیات فرد، عائله و جامعه. اگر قهری از خانه هم نبرد بیمار است، اگر قهری در جامعه هم نبرد بیمار است، اگر در جامعه آدمی همتای قهرش رو ببیند فشارش بلند می شود، این روح و روانش خود از درون می پوسد. برای همین پروردگار میگه که تا خودت نپوسی و جامعه را نپوسانی قهری نباش. اگر بخواهی که طاعت عبادت مقبول باشد، خیر احسان قبول باشد، در این ماه مبارک رمضان که 3 تقسیمات میکنن که رحمت و مغفرت و از آتش جهنم نجات یافتن در روز آخر، اگر بخواهی که از این روزهای مبارک و این نفسهای مقدس برخوردار باشی، قهری نباش.